اونجایی کشیدم کنار که دیدم دارم خودم واسه کسی خرج میکنم که هیچ ترسی برای از دست دادنم نداره. یه لحظه وایسادم، نفسم گرفت، دلم سنگین شد، یه چیزی توی وجودم شکست که دیگه درست نشد. خسته بودم، نه از بقیه، از خودم، از اینکه هی دویدم، هی جنگیدم، هی خواستم بمونم، ولی آخرش باز خودم موندم و یه دل خسته پر از سکوت. اون لحظه یه خلأ عجیبی بود، یه فهمیدن دردناک. فهمیدم هیچ کس قرار نیست من نجات بده جز خودم. اون لحظه تصمیم گرفتم سکوت کنم و برم، فقط برم، نه از روی غرور، از روی خستگی، از اونجایی که دیگه هیچ دلیلی برای موندن نداری، فقط یه دل داری که دیگه نمیخوای درد بکشه.